بیبی پدر سعید که مردم پیسه‌دار هستن ولی خوارم به عروسی راضی نیست. اگه خوارم راضی نباشه حتی نکاحشان هم نمیشه. همین مردم جواب بده آینده خوارم خراب نکن. بیست چی گم شما خودم میفهم چی کار کنم. شیرینی مبارکتان باشه. خیر روی تشکر. خدا نیک مبارک کنه. من اینم شیرینی را میبرم نان و بچه‌ها را شیرینی. آه بشک. صد مبارک. بله بچه. سلام پدر جان، بیاکتم ایران جنگ کردم. من از خانه کشیدی سرک استادستم. چرا؟ با خاطر چی؟ با خاطر چی کار کردن؟ پدر جان اصلا مرا خوش ندارم. همیشه هم را جنگ میکردم و این بار بیخبرم گفت دیگه نمیخوام امروز زندگی کنم. سعید که مردم پیسه‌دار هستن ولی خوارم به عروسی راضی نیست. اگه خوارم راضی نباشه حتی نکاحشان هم نمیشه.